خودت را خودت پیش بر. بازارت را کلانتر کن. یک خیل ایستادن در کار نیست، زیرا هر کاری که وسعت نمی‌یابد آن دیر یا زود خرد و محدود می‌گردد. کار را دائم انکشاف دادن در کار. این 3 فرمول است. کسی که عملی کند حتما موفق می‌شود. من از آبوناچیانم در اینستاگرام پرسان شدم. آیا شما دولت رو می‌شناسید؟ آیا کتاب‌های او را می‌خوانید؟ فیلمش را دیده اید؟ و به جای من شما به او چی سوال می‌دادید؟ و چنین سوالی نوشتند. بسیاری ها با اهل عائله اشان وقت جدا کرده نمی توانند، زیرا با بیزنس مشغولند. برای اهل عائله و بیزنس وقت جدا کرده توانستن خیلی دشوار است. شما در 23 سمت بیزنس دارید، درست؟ اگر این معلومات کهنه نشده باشد. 24 سمت و 3 لایحه اجتماعی، همگی 27. 27 سمت. بله. فاند خیریوی داریم، خانه‌های دانش داریم، آنها لایحه‌های اجتماعی هستند. اجتماعی. بله. و شما عائله دارید. بله.